فصل اول. شهری کنار ولگا. تابستان سال 1942. جنگ جهانی دوم وارد دومین سال حضور آلمان در خاک شوروی شده بود. جنگی که هیتلر تصور می‌کرد تنها در چند ماه به پایان خواهد رسید. یک سال قبل در ژوئن 1941 ارتش آلمان با بزرگترین تهاجم زمینی تاریخ از مرزهای غربی اتحاد شوروی عبور کرده بود. میلیون‌ها سرباز، هزاران تانک و صدها هواپیما همچون موجی آهنین به قلب سرزمین‌های شوروی هجوم بردند. در هفته‌های نخست ارتش سرخ یکی پس از دیگری شکست خورد. شهرها سقوط کردند، ارتش‌ها محاصره شدند و صدها هزار سرباز شوروی به اسارت رفتند. اما جنگ آنطور که هیتلر تصور کرده بود پایان نیافت. زمستان 1941 در نزدیکی مسکو فرا رسید. زمستانی که نه فقط با برف و یخبندان بلکه با مقاومت سرسختانه ارتش سرخ همراه بود. ضد حمله نیروهای شوروی ارتش آلمان را برای نخستین بار عقب راند و رؤیای پیروزی سریع را در هم شکست. با این حال ماشین جنگی آلمان هنوز قدرتمند بود. هیتلر تصمیم گرفت ضربه‌ای تازه وارد کند، ضربه‌ای در جنوب. در سال 1942 نگاه فرماندهان آلمانی به دشت‌های وسیع جنوب روسیه دوخته شد. آنجا منابع حیاتی وجود داشت، نفت قفقاز، نفتی که میتوانست موتور تانک‌ها، هواپیماها و کارخانه‌های جنگی را برای سالها روشن نگه دارد. اگر آلمان به آن میدانهای نفتی دست پیدا می‌کرد، نه تنها توان خود را چند برابر می‌کرد، بلکه شوروی را از مهمترین منبع انرژیش محروم می‌ساخت. طرحی بزرگ شکل گرفت، عملیاتی که آلمانی‌ها آن را مورد آبی می‌نامیدند. هدف پیشروی در جنوب، رسیدن به قفقاز و تسلط بر رود ولگا. در میانی این مسیر شهری قرار داشت که شاید در نگاه نخست تنها یک شهر صنعتی بود، اما نام آن وزن سنگینی داشت: استالینگراد. استالینگراد در کرانه غربی رود عظیم ولگا قرار گرفته بود. شهری طولانی که کارخانه‌های بزرگش در امتداد ساحل رودخانه کشیده شده بودند. کارخانه تراکتورسازی، کارخانه اسلحه سازی باریکادی و مجتمع عظیم اکتبر سرخ از مهمترین مراکز صنعتی شوروی به شمار می رفتند. در همین کارخانه‌ها تانک‌های تیر 34 و توپخانه‌ای تولید می‌شد که ستون فقرات ارتش سرخ را تشکیل می‌داد. علاوه بر آن، رود ولگا مسیر اصلی انتقال نفت قفقاز و تدارکات نظامی به قلب شوروی بود. اگر این مسیر قطع می‌شد، بخش بزرگی از ماشین جنگی شوروی فلج می‌شد. اما دلیل دیگری هم وجود داشت که این شهر را به هدفی وسوسه انگیز برای آلمان تبدیل می‌کرد. نام شهر: استالینگراد، شهری که نام رهبر اتحاد شوروی ژوزف استالین را بر خود داشت. برای هیتلر فتح چنین شهری تنها یک پیروزی نظامی نبود، ضربه روانی و تبلیغاتی بود که می توانست روحیه شوروی را در هم بشکند و برای استالین از دست دادن آن چیزی کمتر از یک فاجعه ملی نبود. در تابستان 1942 ستون‌های زرهی آلمان دوباره به حرکت درآمدند. تانک‌ها از میان استوپ‌های بی‌پایان جنوب پیش می‌رفتند. کامیون‌ها جاده‌های خاکی را پر کرده بودند و هواپیماهای لوفتوافه آسمان را در اختیار داشتند. در رأس این پیشروی ارتش ششم آلمان قرار داشت، یکی از قدرتمندترین ارتش‌های ورماخت به فرماندهی ژنرال فردریش پاولوس. پاولوس افسر ستادی دقیقی بود، مردی منظم، محتاط و کاملاً وفادار به دستورات فرماندهی. مأموریت او ساده به نظر می رسید: رسیدن به استالینگراد و تصرف شهر. اما هیچ کس هنوز نمی دانست که این مأموریت قرار است به یکی از خونین‌ترین نبردهای تاریخ بشر تبدیل شود. در مسکو استالین به خوبی می دانست که آلمان‌ها به سمت جنوب حرکت می کنند. شکست‌های سال گذشته هنوز سنگینی می‌کرد، اما ارتش سرخ آرام آرام در حال بازسازی بود. در اواخر ژوئیه 1942 استالین فرمانی صادر کرد که بعدها به یکی از مشهورترین دستورات جنگ تبدیل شد:
حتی یک قدم به عقب. این دستور معنای روشنی داشته. عقب نشینی دیگر قابل قبول نبود. شهرها باید نگه داشته می شدند، حتی اگر بهای آن بسیار سنگین باشد. و خیلی زود آن بها مشخص شد. در 23 اوت 1942 صدها بمب افکن آلمانی در آسمان استالینگراد ظاهر شدند. دقایقی بعد بمبارانی سهمگین آغاز شد. بمب‌ها یکی پس از دیگری بر شهر فرو می‌ریختند. خیابان‌ها آتش گرفتند، ساختمان‌ها فرو ریختند و موج انفجار محله‌های کامل را ویران کرد. ظرف چند ساعت بخش بزرگی از شهر به دریایی از آتش و دود تبدیل شد. برخی تلاش کردند از طریق رود ولگا فرار کنند. برخی دیگر در زیر زمین‌ها پناه گرفتند. اما بمباران تقریباً همه چیز را نابود کرد. استالینگراد به ویرانه‌ای عظیم تبدیل شد. با این حال همین ویرانه‌ها به زودی نقشی عجیب در سرنوشت نبرد پیدا کردند. ساختمان‌های فرو ریخته، کارخانه‌های نیمه ویران و خیابان‌های پر از آوار به میدان نبردی تبدیل می‌شدند که تانک‌ها به سختی در آن حرکت می‌کردند و هر گوشه‌اش می‌توانست کمینی مرگبار باشد. ارتش آلمان به شهر نزدیک می‌شد و گرد و خاک پیشروی آنها در افق دیده می‌شد. و در سوی دیگر رود ولگا قایق‌ها و بارج‌ها شبانه نیروهای تازه نفس شوروی را به شهر می‌آوردند. سربازانی که بسیاری از آنها می‌دانستند ممکن است هرگز از این شهر زنده خارج نشوند. استالینگراد حالا دیگر فقط یک شهر نبود. این شهر قرار بود به میدان نبردی تبدیل شود که سرنوشت جنگ در جبهه شرق را تغییر می‌دهد. جایی که هزاران ساختمان و خیابان به خط مقدم تبدیل می‌شدند و جنگ از مقیاس ارتش‌ها به نبردی مرگبار برای هر اتاق و هر پله فرو می‌ریخت. فصل دوم، ورود به جهنم شهر. با آغاز سپتامبر 1942 ارتش ششم آلمان به دروازه‌های استالینگراد رسید. جایی که قرار بود ورود ساده‌ای به شهر باشد، خیلی زود به کابوسی تبدیل شد که هیچ نقشه عملیاتی قادر به پیشبینیش نبود. پیشروی آلمان‌ها از دشت‌های باز و پهن جنوب به ناگاه در هم شکست. گویی از آسمانی پرنور وارد دخمه‌ای تاریک شده باشند. استالینگراد دیگر یک شهر عادی نبود. به تلی از آوار، فولاد شکسته و تونل‌های بی پایان تبدیل شده بود. شهری که زیر انفجارها پوست انداخته بود و حالا مثل موجودی زخمی و خطرناک نفس می‌کشید. آلمان‌ها وارد خیابان‌های اصلی شدند، اما چیزی که می‌دیدند بیشتر شبیه خط مقدم چند لایه بود تا یک مسیر شهری. ساختمان‌هایی که از بیرون ویران به نظر می‌رسیدند، از درون پر بودند از سنگرهای مخفی. راه پله‌هایی که ظاهراً فرو ریخته بودند، به تونل‌های زیر آوار ختم می‌شدند. و هر جایی که تصور می‌کردی توهیست، می‌توانست محل استقرار گروهی از تک‌تیراندازهای شوروی باشد. همین پیچیدگی‌ها باعث شد اصطلاحی میان سربازان آلمانی جا بیفتد. اصطلاحی که بعدها مشهور شد، جنگ موش‌ها. نبردی که در آن هر حرکت اشتباه مثل پا گذاشتن روی دم موشی خشمگین مرگ را در پی داشت. در این میان یک نام از میان خطوط شوروی سر برآورد. واسیلی زایتسف، شکارچی جوانی از کوهستان‌های اورال که حالا با یک تفنگ موسین ناگانت در میان ویرانه‌های شهر شکارچی تازه‌ای شده بود. سربازان آلمانی را شکار می‌کرد. او در چند هفته بیش از 100 نفر را هدف قرار داد و مهارتش به افسانه‌ای زنده تبدیل شد. داستان زایتسف تنها یکی از صدها روایت افرادی بود که در آن روزها شکل گرفت. روایت‌هایی از سربازانی که در زیر زمین‌ها، در دود، در تاریکی و میان صدای ریزش دیوارها می جنگیدند و می مردند.
فرماندهان شوروی به خوبی فهمیده بودند که باید سرعت پیشروی آلمان را در شهر کند کنند. ژنرال چایکوف، فرمانده ارتش 62 شوروی، راهکاری ساده اما مرگبار اتخاذ کرد: چسبیدن به دشمن. او دستور داد نیروها تا جای ممکن به خطوط آلمان نزدیک شوند، فاصله را به چند متر برسانند و اجازه ندهند آلمان‌ها از برتری توپخانه و لوفتوافه استفاده کنند. نتیجه جنگی شد که نه جبهه داشت، نه فاصله امن. اتاقی که 5 دقیقه قبل در اختیار آلمان بود، 5 دقیقه بعد دست شوروی می افتاد. گاهی حتی یک دیوار تنها مرز دو دشمنی بود که یکدیگر را می شنیدند. صدای نفسها، زمزمه ها، جابجایی فشنگ. آلمان ها با تمام قدرت سعی کردند شهر را بشکنند. ورماخت هر روز پیشروی جزئی می کرد، خانه به خانه، خیابان به خیابان. اما بهای آن سنگین بود. لوفتوافه همچنان شهر را میکوبید، اما بمباران بیشتر باعث فرو ریختن ساختمان‌ها و ایجاد سنگرهای جدید برای شوروی میشد. هرچه بمب بیشتر فرو میریخت، میدان نبرد پیچیده تر میشد. تانک‌ها در میان توده‌های آهن و آجر گیر میکردند و پیاده نظام مجبور بود از مسیرهای عبور کند که نه در نقشه ها وجود داشتند و نه در ذهن فرماندهان. در حوالی کارخانه تراکتورسازی نبردی شکل گرفت که بعدها از آن با عنوان جهنم آهن یاد کردند. در همین محوطه بود که سربازان شوروی مستقیما از خطوط مونتاژ کارخانه وارد جنگ می شدند. تانک‌هایی که نیمه کاره و بدون رنگامیزی از خط تولید خارج می شدند، مستقیما به سوی آلمان‌ها حرکت داده می شد و تانک‌هایی که گاهی حتی برجکشان به درستی کار نمی کرد، اما در آن شرایط هر وسیله زرهی غنیمت بود. در مرکز شهر نبرد برای تصرف ایستگاه قطار شماره 1 تبدیل به یک دوئل چند روزه شد. آلمان‌ها آن را 3 بار گرفتند و 3 بار از دست دادند. دیوارها با جای گلوله شبیه پوست زخم خورده یک حیوان شده بودند و زمین محوطه را جسدهایی پوشانده بود که فرصت دفن پیدا نکرده بودند. بوی باروت و خون و آهن داغ در هوا پیچیده بود و سربازهایی که زنده ماندند بعدها گفتند در استالینگراد زمان شکلش را از دست داده بود. ساعتها و روزها با صدای انفجار سنجیده می شد. در حالی که شبها قایقها از رود ولگا نیروهای تازه نفس را وارد شهر می کردند. هر روز هزاران گلوله، خمپاره و بمب بر سر شهر فرود می آمد. رود ولگا خودش به میدان نبردی تبدیل شده بود و قایقها زیر نور منورهای آلمان به شکل سایه‌های لرزان دیده می شدند و تک‌تیراندازهای دشمن منتظر بودند یکی از آنها را در تاریکی نشانه بگیرند. اما جریان نیروها ادامه داشت. ارتش سرخ از شهر بیرون نمی رفت و قرار نبود این بار عقب نشینی تکرار شود. تا پایان سپتامبر آلمان‌ها بخش‌های زیادی از شهر را تصرف کرده بودند، اما مقاومت شوروی نه تنها نشکست بلکه به مرور شکل تازه‌ای به خود گرفته. مقاومتی غریزی، فشرده و به ظاهر تمام نشدنی. انگار هرچه شهر بیشتر ویران میشد، اراده مدافعان سرسخت تر می گردید. نبرد وارد مرحله‌ای شده بود که در آن هیچ کس نمی توانست به وضوح بگوید پیروزی نزدیک است. پیشروی آلمان‌ها کند و سنگین بود، مثل کسی که در گل فرو رفته باشد و هر قدمش بهای یک جان را بگیرد. شهر در دستان آنها بود، اما نه کامل، و این نه کامل قرار بود چند ماه بعد سرنوشت جنگ را تغییر دهد. در سکوت سرد شب‌های پاییزی ولگا صدای انفجارها لحظه قطع نمی‌شد و در میان دود و آتش 2 ارتش، یکی فرسوده اما همچنان مطمئن و دیگری زخمی اما مصمم، در مسیری پیش می رفتند که پایانش برای هیچ کس روشن نبود. اما خیلی زود
یک اتفاق قرار بود ورق را برگرداند. اتفاقی که در فصل بعد موازنه نبرد را به شکلی غیر منتظره تغییر می‌دهد. فصل سوم، حلقه‌ای که بسته شد. اکتبر 1942 رو به پایان بود. در ظاهر ارتش ششم آلمان هنوز پیشروی می‌کرد. بیشتر استالینگراد در کنترل آنها بود و نیروهای شوروی به نوار باریکی در امتداد رود ولگا فشرده شده بودند. گاه عرض این نوار به چند صد متر می رسید. از دید فرماندهان آلمانی سقوط کامل شهر فقط مسئله زمان بود. اما آنچه در میان دود و آوار دیده نمی شد طوفانی بود که آرام آرام در دشت‌های سرد شمال و جنوب شهر شکل می گرفت. در حالی که نگاه جهان به نبرد خیابانی دوخته شده بود، ستاد فرماندهی شوروی استاوکا در حال طراحی عملیاتی بود که قرار بود معادله را وارونه کند. ژنرال گیورگی ژوکوف و الکساندر واسیلوفسکی به این نتیجه رسیده بودند که نقطه ضعف آلمان نه در مرکز شهر بلکه در جناح‌هایش قرار دارد. جناح‌هایی که توسط نیروهای متحد آلمان، ارتش رومانی، مجارستان و ایتالیا حفاظت می‌شدند. واحدهایی که از نظر تجهیزات ضد تانک و پشتیبانی بسیار ضعیف‌تر از ورماخت بودند. سپیده‌دم 19 نوامبر 1942 در حالی که مه سرد استپ‌ها زمین را پوشانده بود، بیش از 3000 قبض توپ شوروی آتش گشودند. زمین لرزید. موج انفجار خطوط رومانیایی در شمال استالینگراد را در هم کوبید. روز بعد حمله دوم از جنوب آغاز شد. تانک‌های تی-34 همچون سیلی از فولاد در شکاف ایجاد شده پیش رفتند. مقاومت پراکنده بود، اما دیوار دفاعی در هم شکست. خطوط ارتباطی فرو پاشیدند و واحدهای آلمانی که درگیر نبرد شهری بودند ناگهان دریافتند که چیزی در حال وقوع است. چیزی بزرگتر از یک ضد حمله معمولی. در عرض 4 روز 2 بازوی ارتش سرخ در نزدیکی شهر کالاش به یکدیگر رسیدند. حلقه بسته شد. حدود 250 تا 300 هزار سرباز آلمانی و متحدانش، بیشتر آنها از ارتش ششم، درون استالینگراد و اطراف آن به دام افتادند. ارتشی که تا دیروز مهاجم بود، حالا محاصره شده بود. خبر به مقر فرماندهی رسید. ژنرال پاولوس درخواست اجازه عقب نشینی فوری داد. شکستن محاصره پیش از تثبیت حلقه تنها شانس بقا بود. اما پاسخ از برلین روشن و قاطع بود. هیتلر دستور داد ارتش ششم در استالینگراد میماند. او باور داشت که لوفتوافه میتواند ارتش محاصره شده را از هوا تأمین کند. وعده‌ای که هرمان گورینگ با اطمینان داده بود. طبق برآوردها ارتش ششم روزانه به حداقل 600 تن تدارکات نیاز داشت. اما واقعیت میدان نبرد چیز دیگری بود. سرمای زمستان نزدیک میشد. فرودگاه‌ها زیر آتش بودند و هواپیماهای ترابری به تعداد کافی وجود نداشتند. میانگین تدارکات روزانه هرگز به رقم لازم نرسید. اغلب کمتر از 1/3 نیاز واقعی. زمستان 1942 از راه رسید. دما به زیر منفی 20 درجه سقوط کرد. سوخت کمیاب شد. غذا جیره‌بندی شد و مهمات کاهش یافت. سربازان آلمانی که ماه‌ها در نبرد شهری فرسوده شده بودند، حالا در حلقه‌ای از برف و یخ گرفتار شدند. اسب‌ها برای تأمین گوشت ذبح شدند. زخمی‌ها در بیمارستان‌های موقت بدون دارو و گرمایش کافی روی زمین‌های یخ زده جان می‌دادند. هواپیماهای تدارکاتی که تلاش می‌کردند فرود بیایند، یا در آتش توپخانه شوروی سقوط می‌کردند یا در کولاک گم می‌شدند. در بیرون حلقه آلمان‌ها تلاش کردند راه نجاتی باز کنند. عملیات طوفان زمستانی به فرماندهی فیلد مارشال مانشتاین در دسامبر آغاز شد. نیروهای زرهی او از جنوب پیشروی کردند و تا حدود 50 کیلومتری محاصره شدگان رسیدند. برای لحظه‌ای امید در دل ارتش ششم زنده شد.
برخی فرماندهان می‌دانستند اگر پائولوس دستور خروج فوری بدهد و به سمت مانشتاین حرکت کند، شاید بتوان بخشی از نیروها را نجات داد. اما دستور خروج صادر نشد. پائولوس که به فرمان هیتلر مقید بود، منتظر اجازه ماند. ارتش ششم در مواضع خود باقی ماند، ضعیفتر و ضعیفتر. ارتش سرخ با آوردن نیروهای تازه و گسترش محاصره حلقه را تنگ‌تر کرد. در ژانویه 1943 حمله نهایی شوروی، عملیات حلقه آغاز شد. توپخانه بار دیگر آسمان را شکافت. خطوط دفاعی آلمان که حالا به چند جیب جداگانه تقسیم شده بود، یکی پس از دیگری فرو ریخت. فرودگاه‌ها سقوط کردند و پل هوایی عملاً متوقف شد. گرسنگی، سرما و بیماری بیش از گلوله‌ها قربانی گرفت. ژانویه 1943 در حالی که نیروهای شوروی تنها چند صد متر با مقر فرماندهی فاصله داشتند، هیتلر پائولوس را به درجه فیلد مارشال ارتقا داد. پیامی ضمنی که هیچ فیلد مارشال آلمانی تاکنون اسیر نشده است. انتظار این بود که او خودکشی کند. اما 2 روز بعد، در 2 فوریه 1943 باقی مانده ارتش ششم تسلیم شد. حدود 90,000 سرباز آلمانی به اسارت درآمدند. از ارتشی که ماه‌ها قبل بیش از 1/4 میلیون نفر نیرو داشت، تنها بخش کوچکی از این اسرا سالها بعد به آلمان بازگشتند. استالینگراد به پایان رسید. اما این پایان تنها پایان یک نبرد نبود. این نخستین بار بود که یک ارتش کامل نازی نابود میشد. اسطوره شکست ناپذیری ورماخت فرو ریخت. از این پس ابتکار عمل در جبهه شرق به تدریج به دست شوروی افتاد. در ویرانه‌های یخزده کنار ولگا نه فقط یک شهر، بلکه مسیر جنگ تغییر کرده بود. فصل 4. شهری که مسیر جنگ را عوض کرد. وقتی در 2 فوریه 1943 صدای تیراندازی در استالینگراد خاموش شد، سکوتی سنگین روی ویرانه‌های شهر نشست. شهری که روزی بیش از 500,000 میلیون جمعیت داشت، حالا به تلی از آجر، فولاد خم شده و زمین سوخته تبدیل شده بود. از ساختمان‌های عظیم کارخانه‌ها تنها اسکلت‌های سیاه رنگی باقی مانده بود که در باد زمستانی ناله می‌کردند. برف روی بقایای تانک‌ها و توپ‌ها نشسته بود و در میان این سکوت هزاران جسد دفن نشده زیر یخ پنهان شده بودند. اما آنچه در استالینگراد پایان یافت تنها یک نبرد نبود. برای نخستین بار در جنگ جهانی دوم یک ارتش کامل آلمان نازی به طور کامل منهدم شد. ارتش ششم، یکی از ستونهای اصلی قدرت زمینی رایش، دیگر وجود نداشت. بیش از 150,000 کشته و 10,000 اسیر، ضربه‌ای بود که نه فقط از نظر نظامی بلکه از نظر روانی هم ویرانگر بود. تا پیش از این ورماخت در نگاه بسیاری در اروپا شکست ناپذیر به نظر می رسید. لهستان، فرانسه، بالکان و بخش‌های عظیمی از شوروی سقوط کرده بودند. اما استالینگراد نشان داد که ماشین جنگی آلمان متوقف می شود و حتی می توان نابودش کرد. در برلین خبر تسلیم ارتش ششم با شوک و ناباوری همراه شد. دستگاه تبلیغاتی نازی که سالها روایت پیروزی ساخته، حالا با واقعیتی مواجه شده بود که پنهان کردنش ممکن نبود. خانواده‌های بیشماری در آلمان فهمیدند که فرزندانشان هرگز باز نخواهند گشت. اعتماد عمومی به وعده‌های پیروزی نهایی ترک برداشت. در سوی دیگر در مسکو، پیروزی استالینگراد به نمادی از بقا و اراده تبدیل شد. ارتش سرخ که در سال 1941 بارها عقب نشسته بود، حالا ابتکار عمل را به دست می گرفت. این پیروزی تنها یک موفقیت تاکتیکی نبود،
روحیه‌ای تازه در سراسر اتحاد شوروی دمید. میلیون‌ها شهروندی که زیر اشغال یا تهدید زندگی می‌کردند، نشانه‌ای دیدند که دشمن را می‌توان عقب راند. از نظر نظامی استالینگراد آغاز تغییر توازن در جبهه شرق بود. پس از آن آلمان دیگر هرگز نتوانست ابتکار استراتژیک کامل را به دست آورد. چند ماه بعد در تابستان 1943 نبرد کورسک رخ داد. آخرین تلاش بزرگ آلمان برای بازپسگیری ابتکار عمل. اما شکست در کورسک مهر تأییدی بود بر آنچه در استالینگراد آغاز شده بود. حرکت پیوسته ارتش سرخ به سوی غرب. اما بهای این نقطه عطف غیر قابل تصور بود. تخمین‌ها متفاوتند، اما مجموع تلفات دو طرف، کشته، زخمی و اسیر، از 1.5 تا بیش از 2 میلیون نفر برآورد می شود. استالینگراد به یکی از خونین‌ترین نبردهای تاریخ بشر تبدیل شد. هر خیابان، هر ساختمان و حتی هر اتاق شاهد مرگ انسان‌هایی بود که بسیاریشان نامشان هرگز ثبت نشد. برای مردم غیر نظامی شهر جنگ پایانی نداشت. آنهایی که زنده ماندند در شهری زندگی کردند که تقریباً از نو باید ساخته میشد. بازسازی استالینگراد سالها طول کشید. بعدها نام شهر به ولگوگراد تغییر یافت. اما خاطره آن زمستان و آن محاصره هرگز از حافظه تاریخی روسیه پاک نشد. استالینگراد تنها یک پیروزی یا یک شکست نبود. این نبرد نمایشی از نهایت توان و نهایت شکنندگی انسان بود. نشان داد که غرور سیاسی و لجاجت استراتژیک چگونه میتواند صدها هزار نفر را در حلقه‌ای از مرگ گرفتار کند. و در این حال نشان داد که اراده مقاومت هرچند با بهای سنگین میتواند مسیر تاریخ را تغییر دهد. در ساحل ولگا، جایی که روزی صدای انفجار بیوقفه شنیده میشد، امروز بنای یادبودی عظیم ایستاده است. مجسمه مادر میهن فرا میخواند. شمشیرش را بالا گرفته، گویی هنوز هم صدای آن روزها را بازتاب میدهد. صدای سربازانی که در میان آتش و یخ جنگیدند و شهری که با ویرانی خود سرنوشت یک جنگ جهانی را تغییر داد. استالینگراد نه فقط نام یک نبرد، بلکه لحظه‌ای بود که ورق تاریخ برگشت. نبرد استالینگراد.